ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی دارای اراده است، یعنی هر کاری را که خواهد آن را حتما انجام خواهد داد. بسم الله. قول مؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. ایمان می آوریم بر آنچه که الله سبحانه و تعالی هر چی که بخواهد آن را حتما انجام می دهد. فعال لما یرید، هر چی را اراده کند به انجام می رساند و هر چیز مانع اراده او شده نمی تواند. و این آیه کریمه فعال لما یرید، هر چی را اراده کند به انجام می رساند و چیز مانع اراده او شده نمی تواند، این بیان اراده الله سبحانه و تعالی است. فعال لما یرید، فعال این از صیغه های مبالغه است. هر چیزی را که الله سبحانه و تعالی خواست، پس چیز مانع انجام یافتن او نمی گردد. چگونه ای که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که امام بخاری در باب اذان ذکر می نماید که الله سبحانه و تعالی لا مانع لما اعطیت، ای پروردگار هر چیزی را که تو عطا کنی کسی مانع او شده نمی تواند. ولا معطی لما منعت، ای پروردگار و هر چیزی را که تو اگر از هر کسی منع کردی کسی او را داده نمی تواند. اما مخلوق باشد فعال لما یرید نیست، هر چیزی را که بخواهد کرده نمی تواند. چون گاه انسان بعضی از چیزهای میخواهد که آن را از او عاجز میماند، اصلا وی را کردن نمیتواند، یا اینکه اصلا قدرت توانای آن را کردن دارد، ولی که یک چیز مانع او میگردد که آن را انجام داده نمیتواند. اما الله سبحانه و تعالی از آن کاری که انجام داده میدهد پس پرسیده نمیشود. چگونه ای که الله خود میفرماید ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی هر کاری را که الله سبحانه و تعالی انجام میدهد از برای یک حکمت است، در آن یک حکمت هست. بیهوده و بیفایده الله سبحانه و تعالی آن کار را انجام نمیدهد و آن کاری را که انجام میدهد از او سوال کرده نمیشود، بلکه بندگان پرسیده میشوند از هر کاری که انجام میدهند. پرسیده میشود از بندگان، از مخلوقان، برای چی این کار انجام دادی؟ برای چی این کار کردی؟ برای چی این کار نکردی؟ و ایمان داریم و ایمان می آوریم به اینکه الله سبحانه و تعالی دارای یا که اراده او دو نوع است. اراده الله سبحانه و تعالی دو نوع است. اول اراده کونی، هر عملی که انجام داده می شود و از آن عمل در نزد الله سبحانه و تعالی حتما محبوب بودنش شرط و لازم و حتمی نیست. و این اراده را همچنین به معنای مشیت یا خواسته هم میگویند. و اگر سوال کرده شود که ما از کجا دانستیم که اراده الله سبحانه و تعالی دو نوع است، از پیگیری نمودن از آیه ها و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که علماها آیه های اراده را پیگیری کردن، جز همه دو قسم زیاد نیفتند. و اراده کونی یعنی الله سبحانه و تعالی این را کوناً خواسته است یا نخواسته است، برعکس این. و این عملی که واقع می شود و انجام می یابد در نزد الله سبحانه و تعالی لازم و شرط نیست که حتما محبوب باشد که این عمل را الله سبحانه و تعالی دوست بدارد. گاهی می شود که در آن چه واقع می گردد که الله دوست می دارد، یا واقع میگه در آن که اصلا الله اون را دوست نمی‌دارد، مثل گناه و معصیت ها که الله سبحانه و تعالی اینها را دوست نمی‌دارد. و این مراد الله سبحانه و تعالی کونن است. و در نفس حال الله سبحانه و تعالی این معاصی را هم دوست نمی‌دارد. و طاعت و عبادت ها که این مراد الله سبحانه و تعالی کونن هست که الله سبحانه و تعالی این را دوست می‌دارد. و اراده کونی باشد واقع می شود و مراد محبوب باشد یا نه حتما و اجرا شدنی است، اگر چندی هم الله سبحانه و تعالی آن را هم دوست هم ندارد. چون گاهی می شود که الله چیزی را می خواهد که اصلا وی را هم دوست نمی دارد. اگر سوال شود که پس چگونه آن چیزی را که الله اراده می کند و
پس وی را دوست نمی‌دارد. جواب: چون الله سبحانه و تعالی چیزی را می‌خواهد اراده می‌کند که اصلا دوستش نمی‌دارد، این از باب مصلحت است. مصلحت و مفسده همو انسان یا که همو شخص یا که همو چیز است. مثل کفر کافران الله سبحانه و تعالی دوست نمی‌دارد. لیکن این اراده است که اراده کونی است که همین چیز حتما واقع می‌گردد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: فمنکم کافر و منکم مؤمن. یک قسم یک گروه از شما کافر است و یک گروه از شما مؤمن است. گوش بده بر این قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید: استعیذ بالله ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحده ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اگر پروردگار تو میخواست تمام انسان را یک امت قرار میداد و هنوز هم آنها در اختلاف هستند، مگر آن کسانی که الله اون را مشمول رحمت خود قرار داده است. ولذلك خلقهم، و از برای همین آنها را آفریده است، به خاطر اختلاف در بین آنها است. و تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. و سخن پروردگار تو بر این مقرر، لازم و تمام شده که البته جهنم را از همه جن و انس پر خواهم کرد. اگر این اختلاف را بین مؤمن و بین کافر اگر الله سبحانه و تعالی قرار نمیداد، پس جهنم را پر از جهنمیان نمیکرد. چون کسی که سزاوار و مستحق جهنم نیست، پس وی داخل وی نمیگردد. اگر همه را یک امت قرار میداد، امت اسلام، پس کی داخل جهنم میشد؟ جهنم را کی پر میکرد؟ در این هنگام جهنم بیهوده آفریده میشد، یا اینکه همه رو برعکس اهل جهنم میکرد، پس جنت بیهوده آفریده میشد. برای همین الله سبحانه و تعالی انسان‌ها را مختلف آفریده است. و الله سبحانه و تعالی بندگانش را به سوی فحشا و بد و دعوت نمیکند و آنها را امر نمیکند. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف میفرماید: ان الله لا یأمر بالفحشاء. الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز به سوی فحشا، به سوی بدی ها مردم را امر نمیکند. یک مرد از معتزله ها رد بر اهل سنت کرده میفرماید که پاک است آن پروردگاری که او را پاک نگاه داشت از فحشا. رد بر اهل سنت که اهل سنت میگویند که تمام گناهان به اراده الله سبحانه و تعالی واقع میگردند. منظور وی این است که گناه و معصیت هم به اراده الله سبحانه و تعالی واقع نمیگردد. و گفته می شود که بله، الله سبحانه و تعالی پاک و منزه است و الله سبحانه و تعالی کسی را به سوی فحشا و بدی امر نمی کند، چون که آیه را تلاوت کردیم. بعد سنی بر آن رد کرده فرمود: سبحان من لا یکون فی الملک الا ما یشاء. پاک و منزه است آن پروردگار که در ملک او چیزی رخ نمی دهد مگر با اراده الله سبحانه و تعالی، با مشیت الله سبحانه و تعالی. رد بر وی کرد. قول مؤلف: و هی التی بمعنى مشیئه. و این اراده به معنای مشیت و خواسته پروردگار هم می آید. به معنای خواستن، خواست و انجام یافت. به معنای اراده کرد یا خواست یا مشیت. چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اگر الله سبحانه و تعالی میخواست اینا هرگز با هم دیگر جنگ نمیکردند، ولیکن الله سبحانه و تعالی چیزی را که میخواهد انجام میدهد. در اینجا اراده کونی است. و الله سبحانه و تعالی میفرماید: إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم. و اگر الله خواسته باشد که گمراهتان سازد
و او پروردگار شماست و این اراده کونی است و شرعا این را الله سبحانه و تعالی نمیخواهد، چگونه که الله میفرماید استعیذ بالله یرید الله لیبین لكم و یهدیکم سنن الذین من قبلكم و یتوب علیکم. ترجمه: الله میخواد برای شما احکام های خود را روشن و واضح نماید و شما را برای کسانی که پیش از شما بودند راه پیامبران و صالحان و نیکوکاران راهنمایی نماید و توبه شما را بپذیرد و الله به صلاحیت بندگانش دانا است و احکام او با حکمت است. و قسم دوم از اراده شرعی، هر عملی که در نزد الله سبحانه و تعالی محبوب است و واقع شدن مراد در اینجا لازمه و حتمی نیست و این تماما عکس اراده کونی است. واقع شدن آن حتمی نیست. گاهی می شود که الله سبحانه و تعالی چیزی را از بندگانش می خواهد که وی واقع نمی شود و آن چیز نمی باشد مگر در نزد پروردگار محبوب. و شرعا ممکن است که الله سبحانه و تعالی چیزی را که بد می بیند بر بندگانش بخواهد، این را ابدا این ناممکن است از پروردگار عالمیان، بلکه آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی بد می‌بیند و بر بندگانش این خوب و نیکو است، آن را بر آنها حرام قرار داد. والله یرید ان یتوب علیکم، والله یرید ان یتوب علیکم، الله میخواد که شما را توبه شما را بپذیرد. پس در اینجا اراده شرعی است نه کونی. اگر اراده کونی می بود پس لازم میگشت که توبه همگی را قبول نماید، چون اراده کونی لازم است که حتما واقع بگردد. اگر اراده کونی میشد پس لازم میگشت که همگی به سوی پروردگار توبه کنند و الله توبه آنها را بپذیرد، چون الله میخواهد این را و این را دوست می‌دارد. اما در اینجا اراده شرعی آمده که آن را الله دوست می‌دارد و میخواهد. این است ترازو و میزان اراده شرعی که محبت است. این به معنای محبت می آید که الله این را دوست می دارد و اراده می کند. اراده شرعی هر دوشون یک معنی دارند و ایمان می آوریم که تمام اراده کونی و شرعی الله سبحانه و تعالی موافق حکمت او تعالی است. خلاصه این باب اراده بر دو قسم تقسیم می گردد. اراده کونی که این واقع شدنی است، واقع می گردد، آنچه که الله سبحانه و تعالی آن را دوست بدارد و آنچه که دوست ندارد. این مرادف لفظ مشیت است. و اراده شرعی باشد آن اراده است که لازم نیست واقع شدن آن و آن را الله سبحانه و تعالی دوست می دارد که این مرادف محبت است. و قول مؤلف این که ایمان می آوریم بر تمام اراده های الله سبحانه و تعالی، چی کونی باشند چی شرعی، که موافق حکمت او سبحانه و تعالی واقع می‌گردند. این مسئله خیلی مهم است. هر چیزی را که الله سبحانه و تعالی چی کونن چی شرعا اگر اراده کرده باشد، در این یک حکمت عظیم نهفته است، چون تمام مراد الله سبحانه و تعالی در برگیرنده حکمت عظیم است. و دلیل بر این الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش می‌فرماید وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. و هر آن چیزی را که شما بخواهید تا اگر الله نخواهد هرگز واقع نمی شود. به درستی که الله سبحانه و تعالی عالم و حکیم است، با حکمت است. و این آیت بیانگر آن است که اشاره به سوی آن میکند که مشیت الله سبحانه و تعالی در برگیرنده حکمت اوست. مهم این که بدونیم که هر آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی قضا و قدر کردگی است و شریعت بیان کردگی است، پس این با حکمت الله سبحانه و تعالی است و ممکن نیست که این قضا و قدر و مشیت بیهوده و بیفایده به وقوع بیفتد یا که بیفایده باشد یا که بازی باشد. هرگز نه، حاشا لله. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله. آیا شما گمان میکنید که ما شما رو بیهوده و بیفایده بر این دنیا خلق کردیم و این که شما به سوی ما بازگردنده نیستید؟ فتعالى الله، الله پاک و منزه است، برتر است پروردگار یکتا و فرمانروای راستین. و قول الله سبحانه و تعالی وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. و این آسمان ها و زمین را بیهوده و بیفایده از برای بازی خلق نکردیم، ما اینها را خلق کردیم بر حق. و می فرماید و ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من نار. ما آسمان ها و زمین و آنچه که در بین این آسمان ها و زمین باطل بیهوده خلق نکردیم. این گمان آن کسانی هست که کافر شدند. وای بر حال کافران که آتش جهنم برای آنهاست. و تمام آنچه که الله سبحانه و تعالی از چیزهای دقیق باشد، آشکار و نمودار و روشن باشد، چه پنهان باشد، چه چیزهای بزرگ و کوچک باشد، چه بلند مرتبه و پایان باشد، چه سخنگوینده و ناطق و غیر ناطق باشد، چه متحرک و غیر این باشد، بعد روستی که برای یک حکمت خیلی عظیم اینها را آفریده است. و لازم نیست که ما این حکمت این را بدانیم، چون عقلهای ما ناقص‌تر است از آنچه که الله سبحانه و تعالی با حکمتش خلق کرده است، ما آن را بفهمیم و بدانیم. چگونه که از رسول صلی الله علیه و سلم از روح پرسیده شد که روح که چیز در بدن ماست، با همراهی ماست، همیشه قطع ماست. بگو این روح امر پروردگار است و آن علمی که بر شما داده شد یک علم خیلی کوچکی است و لازم است، حتمی است برای ما یقین نماییم که الله سبحانه و تعالی هر چیزی را که قدرت تقدیر کرده باشد، پس این برای یک حکمت خیلی عظیم است. حتی اگر ظاهر آن ضرر و عذاب باشد، در این حکمت عظیم نهفته است. مردن از مردم در این یک حکمت عظیمی هست، در حالی که مردم این را مکروه و بد میشمارند مردن را. این جنگ های عظیمی که در بین مردم رخ میدهد، در دیارها رخ میدهد، اینقدر کودکان و اینقدر انسان ها به هلاکت میرسند، اینقدر خانه و در و زنها به شوهر میمانند، همه این با قضا و قدر الله سبحانه و تعالی است که در این یک حکمت عظیمی هست. و الله سبحانه و تعالی قتال را برای ما واجب قرار داد که این مصلحت است، در این مصلحت خود ماست. الله میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. باشد که شما چیزهای را بد بینید که وای برای شما خیر نیکویی باشد. و آن کسانی که در دفاع از خودشان کشته شدند، آنها شهید هستند در نزد پروردگار. چون که حدیث ابی هریره است که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد آمد، گفت ای رسول الله، اگر یک مرد اراده گرفتن مال من را کند، پس پیامبر گفت مالت را نده. گفت که اگر خواهد ما را بکشد، اگر ما را کشت، پس گفت تو شهید هستی. اگر من وی را بکشم، پس گفت در آتش است، چون به خاطر دفاع از نفس خودش است. ولیکن ما از برای هر یک شخص شهادت نمیدهیم که وی شهید است، از باب عموم این گفته می شود. حاصل ایمان می آوریم هر چیزی که الله سبحانه و تعالی قدر کرده باشد، تقدیر کرده باشد، از خیر، از شر، از فتنه، از جنگ، از بگیم صلح، از آشتی، هر چیزی باشد، این یک حکمتی را دارد الله سبحانه و تعالی که ما آن را نمیدانیم، از نظر ما پنهان و پوشیده است. گاهی میشد که الله سبحانه و تعالی برای انسان یک مصیبت را به بالای سر وی می آورد، بیمار است، یکم مشقت است، یکم عذاب است، که این سبب میگرده انسان با سوی پروردگارش نزدیک میگردد.
حکمت رو بینید. هر چیزی که الله سبحانه و تعالی کونن تقدیر کرده باشد، قضاوت کرده باشد و هر چیزی رو که در شریعت عبادت قرار داده باشد، پس این طبق حکمت الله سبحانه و تعالی است. و چی باشد که این حکمت رو ما دانستیم یا نه، یا اینکه عقلهای ما در دانستن این بسیار تقصیری و ناقصی دارد و هر عملی که کونی یا شرعی باشد موافق حکمت الهی سبحانه و تعالی قرار میگیرد. الله سبحانه و تعالی میفرماید: الیس الله باحکم الحاکمین؟ آیا الله سبحانه و تعالی حکم کننده ترین حاکمان نمی باشد و در همه چیزی که آفریده است؟ بله، البته که می باشد. و قول الله سبحانه و تعالی: و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و کیست حکمرانتر، یا که حکمرانی خوبتر، بهتر و نیکوتر از برای قومی که ایمان دارند؟ و چه کسی بهتر از حکم الله سبحانه و تعالی حکم میکند؟ البته که هیچ کس. نه در کون، نه کونی نه شرعی، کسی از الله سبحانه و تعالی در حکم خوبتر و نیکوتر و زیباتر نمیکند. الیس الله باحکم الحاکمین؟ آیا الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین نیست؟ چون الله سبحانه و تعالی آن چیزی که قدر کرده است میدوند حکمتش چی است، اگر چند که این را ما درک کردیم یا نه. آیا الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین نیست؟ در جواب چی میگوییم؟ بله، البته الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین است. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.